این بچه تونه یا؟ چش کلوم دایی؟ همینجا قطعون خوب میکنه؟ اینجا قطعون خوب میکنه خیلی دوبار ماشین زدگی من همین خیلی بعدی ماشین زده کسالش دورم 8 ماه سری من نشته من برجه کدگی نیستم علیکم برادرای عزیز نفرایی که ما رو تماشا میکنین برادر جونو حاضر یک نواری رو به شما پیشنهاد میکنم که شاید بعضیتون شوک در بغلتین که نخود که تو همین درجه خودتون حیران میشین ده برادرای عزیز برای التماس همتون ویدیو رو با دقت تماشا کنین برادرو با دقت تماشا کنین با دقت گوش کنین چی گپ خبره هیچ چیزی که میبینید که برادرای عزیز یا سکلاد میگوی سکلاد هم برادر سکلاد یوکن تمام چیزی شما دیدین برادر حالان کی برادر عزیز این هم قدر چیزی که شما میبینید یه همه موسره یعنی که اینجا خانه استقامتیه برادر خانه استقامتی که یک مادر با فرزندش زندگی میکنه فرزندش هم کودک نیست با همین خاطر با دقت گوش کنین برادرای عزیز چیکار کردن نمیدونین پیروی چرا برادرها این ویدیو رو لایک شپک کنین که این ویدیو برا همه برسه آدمای دست بخیر نگاه کنن چی گپ خبره وقتی که وقتشون خشه بعضی آدمایی که خیلی گپای زیادتی میزنن چون در چی حالتن لیکن آدمو بعضی در چی حالتن همین رو درک کنن به همون دودگی که خداوند دادشون شکرانه کنن با همه شکرانه کنن ایمو نیم تاکش یعنی نیازمندو دستگیری کنن برادرای عزیز نگاه کنین اینجا همه خونه این مادر عزیز ما نگاه کنین اینجا دستش میشوان دیدی برای اینجا دست ایره اسم میکنن نه ایره اسم میکنن دست رو میشوان نه اوپو همه ایره نگاه کن نه اینجا او باقلاشکو نه باقلاشکو ایره همه پری اوای ایره همه پری اوای برادر شوخی نفهمید همه پری اوای نگاه کنید نگاه کنید من راست گپ من دیگه اصلا نمیگنجم که مثلا شما را من دالشی خدمت نشون بتونم گپ بزنم از من نگاه کنید شما را ریال نشون میدم برادر این مادر عزیز ما اینجا با فرزندش قطعا اینجا زندگی میکنه نگاه کنید برادر اینجا زندگی میکنه اینجا فرزندش در اینجا خواب میکنه خودش خودتون دکجا اموجا این هم خیلی دراز با حضور نمیشینین خب خاله جان یک سلام علیک میکنه خطی مردم صحبت میکرده که این چی گپای اینجا نمیدونم این خانه یا سکلاد همین حقیقت شب گپ زنه که مردم بفهمن که بعضی آدما میخوان که بیان ببینن شما رو در حقیقت هم سیتواسیا دارین که هم سویتون هم نوروی مرا این طرفو بسیار تماشا میکنن خودتون هم میدونین با همین خاطر یگان جای چیزش نیسته که گپ زنه که چی گپای در اینجا نامتون چیه خاله جان جمعگل خاله جمعگل السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم برادرای عزیز خواهران و مادران اکای دادران و بچه‌های جون و بچه‌های راهدوریه که الله دایما نگهبانتون باشه شما در راه دورین هر وقت یک گپ خبر میفهمم دل من میتپه من در شرایط زندگی دارم من درماندم استمرار 5 تا گریجه دارم نمیتونم یکم کار کنم نه لباسش تو میتونم من حتی 8 ماه سری من نشته من برجه کدگی نیستم من لباسش تو نمیتونم من لباس تو چیرک جهان میشه دیگه 8 ماه شید بانه نکرده من چجور ایمه ایونه من برده نکردم دا بانه ایجه نمیتونم بانه ایجه 20 minut 25 minut وقت میته بسیار من نمیتونم اینجا چخیله بانیوش من درد میکنه بانیو اینجا چخیله خلا اوبشیه اوچرت قطی میدروی پانسومون میتی اوچرت قطی میدروی اما 20 minutش 15 minutش پانسومونه یکا چی نور میرفتم نمیتونم دیگه رفتم اوبشی میرفتم من هیچ کار کردن نمیتونم خواهم یک فرزند دارم چند سال بود کسلی درماندی بود
این آوازی دمغازه اپیراتسا خوردگی دمغازه شکستگی اپیراتسا خوردگی تماما اینم کار کردن نمیتونه با قرض قوله همینم حالا این قدر بار این قدر چیزا یا چیان یا دبره یا میگفتین کاردون میفروختم با خلاشکا جمع میکردم میفروختم کاردون جمع میکردم میفروختم این بچه تونه یا؟ چش کلام دایی همینجا قطعا خوب میکنه این اینجا قطعا خوب میکنه اوز گجو دایی؟ اوزی برو آد بیلم که من ایزا میکشم هم کاردون گفت که من ایزا میکشم بچه کلام بده بچه کلام بده اینا میامو اپیرات سر میبنده را گشته میتونه اگر اپیرات سر نبنده را گشته نمیتونه اما دونگوزه قینی بد بوده به همینا به کسالی بود پوچوش پستایانه ورمه پوچوش کسالی بانیتسه زرفشان زر از نیم بانیتسه خیلی گردوش کساله چیری بنوی داره خودم چیری بنوی داولین دارم پستایانه چیری بنوی داولینی بلنده تمام بسیر بکنم خیلی گیر گشته میسته احیسته و چیری بنوی من برای خود من دیگه رفته آمده نتونسته سادن مثل دیگه من نتونسته سم رفته آمده یا خود خیلی میرفت میامدم استالای مردی خدا میرم من بسیاری رو میشناسم من همونجا میرم میخرم بسیاری وقت داشتی من شب آمده همونجا روز میکنم همونجا شیشتا میبرم سحری بعد شما در اینجا کوارتیرانتی نه؟ ما اینجا کوارتیرانتی واقعی خونه شخصی مون نیست کو یا دولت یا طرف یک کارخانه کوزی بو کارخانه گفتگی که من وایم برآوردم دیگه در چی من نیست دیگه نمیتونم شیشتا در دیستموله آفرین تون بخت این خستمورا میونم پس تینا درد میکنه کچوم درد میکنه پس تینا داولینی بلنده چیری بنوی داولینی هیچی کردن نمیتونم هیچی اینم یکو مقلشکر که او میبیاریم همه را اینم آدمای بیرون یاردم میکنن هم بچه های قدی کچا که میبرن یکم بچه کن بیرون دا میستن هوایو میبیارن اومونه لیبوسوی بچه تونه یا؟ دایجه جای خوش بستگی لیبوسوش دا سلطانه این تکسرشه یکم برادر این تکسرشه هم وقت سنای مردم یعنی میگوزیرم پیش بیرین فروش یک بچه میشته اما پتینکا دیگه اینه پتینکا شکافه هم وقت لیباسم پاپوشم کنه مردم میپوشم خود من کنه مردم پوشیده کشتم بچه کلان اینا پاپوشو کلان هم برادر عزیز چه کار کن بچه جون چند ساله بچه من کسل روحی بود ای خانه میبرامد میرفت دا اکه همی قشت تانیستم که دیگه برامده نمیره ای خانه ایجا یگان جوی در اینجا یگان جوی گفتی اپا شاد نیسته که به حضور بشینی یک کامت تراس کنی آدم آوردم دو کسای بزرگ آدم آوردم که توزه کنم اینم خیلی کردن و نتونستم توزه کردن هم تا هم را با دراوردی موندیم حتی نروفته نشکیده هم تا دراورده موندیم این قدر بسیار خوراک هم موستر باشم باید بروریم وقتی کلی داده که جدا کنیم این چیزی که در کارمون گیریم چیزی که باید دو در کنیم پرتیم نه که همیرا نماندم این همسایه بعد در همیجا نکردینش مایده خلا ایجا را سابق کنین جاتون کشود کنین کوخی ایجا نمیشه بچان درنده نمیشه به هم حال ما کار کردن نمیتونیم باید یک کس بیا بکنم ما نمیتونیم نه من میتونم نه بچم بس این استمرای من درد میکنه من نمیتونم بچم این از من کمک اگراشی سدم خطی خودت نتونستم برای می درست کشیدم نمیشه من درد استمرا را نمیتونم تماما به هر حال خاله همه جاتون کشاد کنین که به حضور دراز بکشین آدمیزاد تا همه جای خوش به حضور نباشه خیلی معیب میشه بعد کسلی میشه یوخی برای جام هر روز یکی میکنه که نمید با خدا نمیتونم بچه جان با خدا قسم نمیتونم نمی الله نمیتونم درد استمرا را من نمیتونم کلانی بچه دیگه گریجای من کهنه بچه دیگه من 20 سال زیادش گریجه دارم این شرایط نبود که همون گریجای اپیرات سکنم دو وقت خانه می خیلی نبود باید که بود توزه بود
برادرای عزیز این احوال نمی حال احوال خدا سه چهار بار خدا تماگراف کردگیم همه تا ایستادگی همش یگونجا توبت هم نکرده اینا یک بار همی 2021 بود همی ریگارده یک بچه یاردم که توبت کردیم 2 ماه درد استمراری من خیلی گم شد با هم اصلی پیشترف پیداشت با دردم 6 روز خواب کردگیمه 6 روز همجا خواب آخه شوهر 24 سالگی من تنها موندگیم شوهر نکردین دیگه نیمه خود مرد خونش دگیم بازارش دگیم کار کردگیم همین خیلی 2 بار ماشین زدگیم همین خیلی بعدی ماشین زد کسالش تو رفت با 2 بار ماشین زدن 2 بار ماشین زدگیم یک بارش اینمی گردش همیجا همیگی پرازیم ده وقت را لبسای خیلی گشتم اینمی گردش اینمی هسته وزی مخمش کردنی اینمی از تنو فهمیدم پیش دی خان بزرگ یک بار دیگهش طرف مسئله جیر یک بار 97 سال ماشین زدگیم یک بار 2006 سال که همون 2006 سال کمیندن و نوشیده بود همی زنکو و ایش کردن که شما چند سال در اینجا زندگی میکنین خانم؟ من 93 سال همجا زندگی دارم بچه در همین خونه؟ خود در همین خونه ما وقت خیلی سوز بود و بزرگ میشتم کار میکرد وقتی خیلی کسالی نبود وقت یک جام کسال بود من به این درجه کسالی نبود وقت سمرم کسال نبود وقت ما بزرگ میشتم کار میکردم میشناسم مثل قیق آدم ما رو میشناسم که وقت خوزیر میبینن میگن چیکار کردی تیاق داری شوخی میکنم پیر شدم بعد میگم که خیلی خیلی گریجه دارم نمیتونم آخی این پوچو ریماتیسم داره واریکوز داره نمیتونه پوچو میکشه درد میکنه من شیشته نمیتونم بچم هیچ وقت من شیشته نمیتونم نماز من در استال شیشته میخونم همون شیشتگی هم ایتا پوچو میکشه درد میکنه من اومه با کار کده نمیتونم بچم وقتی میتونستم خونه ما باره خونه تازه نبود نکی نمیتونم بچه جو هیچ کار کده نمیتونم نیم که اساس تا برم رامو از طرف کمیسول شینم رامو تو هم استالویره کی یگون کسک برنامه الله من یگون سناکتی من یگون چی خرم نتی اگر من بشنم میشینم یا قرض میگیرم میبینیم که نمیشه یا دو روزه با سامبوسا وایسته بودیم رو خود نمیخودیم میرفتیم یا سامبوسا میخودیم اینه اون روز قرض سامبوسا را دادیم نمی حلاوت سامبوسا میخورد خود نمیخوردم اکنون سامبوسا میخوردم برادرای عزیز اینجا نمی چیه گیپرازیم های نمی دومای گیپرازیم اپشگوی هم جان در این طرف بسیار ما را تماشا میکنن خولا زنگ هم میزنن نوروی که نختون میدونه که چند کسا نوار کردیم در این طرف هم پیشنیاد کردیم دستگیری شون کردن خدا برکت شون تا خیلی که من این خیلی بچه انتظار نبودم با خدا من خیلی میخواستم که نخواهم کامره خدا والا بیدن که ایزا میکشم این همسایه تو نمیدونن که دمی حالتین میدونم همسایه بخونن که مرا خزان خونه من بگیرن لعبارات بچم خلاصه ما با شخصیت یکم کس کار ندارم خلا جان من ندارم آدمی که خیلی بچم برای دستگیری کنه ها هست هم یکون آدمی که دست 20 متر که خلا یک کف داده من برای نوبری میکنم ای چیزاتون رو خیلی چکنین بفروشین خلا قدر چیز بوده است بفروشین خلا چیزاتون رو خلی نمیتونم دو خلی نمیتونم دو خلا جان رقمایی که در روی اکران موندگیان چندن بانومی کیان کارتا بانومی خود به کارتا چنده 904 64 50 05 904 64 50 05 توغری کارتای دشنبه سیتی دارم نام پایینتون چیه نیازواج مگل نیازواج مگل در این نمبر دستی هم است واتساپ هم است او برادرای عزیز خیلی میتونین هم خلا را اینا زنگ بزنین خودتون زنگ بزنین ریال ببینین همینجا را همین خلا آدرس همجا یه بار خودتون بگین خلا
ابراهیم کوچه نخیم و دوم 64 5 ا این همینجا برادر عزیز همین دومای افشگو دیگه دارم. میتر میتونین بین احوال خوله رو ببینین. انا نه خوبه چیزی من تونم من به خاطری که سخنهای خوله را تصدیق میکنم اینجا بسیار نفرایی هستند که قطعا تماس هستند نوارم تماشا میکنن دویم در رقم دعا میکنن که امشب شما سبب میشه نوار میکنین نیازمندا را انا درباره همین تریتوریو بودگیو حتی مرا گفتگیان خیلی انسانوان در این تریتوریو خیلی هم گفتگیان با همون خاطر باور میکنیم که شما در حقیقت همین سیتواسیا در زندگی دارین برای که نوارتون بینن سیانو ماده میبروین که حقیقت هسته نیست مرا میگن سیرونو خاله جان که مثال یکون سخته کاری نباشن این خیلی ده خاله جان این در فضای اینترنت بر اومدن این جای شوخی نیست با همین خاطر میگم ده خاله. خب خاله جان انشاءالله ما دستمون اومگیر هم میکنیم برادرو یا بار دیگه نشون تو میتونیم نگاه که اینجا یکون جای کشاد نیست یک جای مایده که نگاه کنیم برادرو جوی مایده که این خیلی تو نشون تو میتونیم که بفهمین اینجا این همی تا فرزندش نه او این همینجا دیدی برادر اینجا فرزندش خوب میکنه اونجا دو نخچونه نگاه کن این روی همه قوضه اینجا اینجا تمام زندگی دست کلاد بگیم خیلی چیزاشون هم بگیم یک کس می پارتوی دارم اینجا خونه گفته نمیشه و اینجا رو خیلی اینجا جوی استخامت گفته نمیشه و اینجا رو ایره همه چی یعنی آخی خوله ما نمیدونم هیچ چیزی در کوری شب بگیرین دیگه شب پرت این بره واک خوله چی در کور جاتون تنگ میکنین خوله ما باید پول میدادیم آوردیم که خونه برکه کنانه نمی چیزی در کوره گیریم با حتی هوایی را همین خیلی گفتم که همین من همین جی ام پی عدری قبچه موسر گرفتیم همه چیز نو عدری قبچه موسر گرفتیم همین خیلی گفتیم که همه شگیری پرت های خاله جان اما آدمایی که دستگیریتون میکنن یک کف دعا شما بتین انشاءالله باور دارم که دستگیریتون میکنن برادرای عزیز بی‌طرف نباشین این خاله به حد احوالش بد بوده من به خدا توی درجه را انتظار نبودم به حد احوال من نه اینا ساعت چندی شوی خاله اینا خودت بگو ساعت 12 شوی خاله جان من نه میبرم میرفتم که زنگ میزدی بگرد بیو به حد احوالم بده به خدا به حد احوالم بده به خدا باور دارم با ما برای احوالش بعد هیچ کاری خیلی نیسته ما همین دواره تماشا میکنم به حیرت میمونم میگم رنگی من احوالشو بد بشه هیچ کار کردن تو خسته را گشته نتونه چیکار میکرده باشه که من به همین قد دردو تو قد کده شیشتم چیکار کنم علاج ندارم مشکله در خیلی مشکله خب یک کف دو شمتین خاله جان آدمایی که دستگیریتون میکنن باز میکنم که هر کسی که چقدر که میتونه خیارنم کنه منم سیبیان منزل شابرام که من اپیراتسیا کردنم در کاره باید تلخم اپیراتسیا کنم اگر شرایطم راست است تمرام اپیراتسیا کنم میان اپیراتسیا کردن در کاره همینا رو بان کنم که سلامتی من کمتر بهتر شه که بالای سرم یک فرزندی کسل یک من باشم موقعی الهی همه وقتون در امان الله باشین همه وقتون الله نگهبان باشه هر کسی که به یک آدم مثال همین خیلی محتاج خیر میکنه خداوند خیری باید به درگاهش قبول گردانه از همه آفت‌ها نگهش بداره از همه پرابلم‌ها نگهش بداره ای فرزندکاش آسا هیچ وقت خیلی غم و درد محتاجی منتظره نبینه که من در یک پیاله چای زارم و برای یک پیاله چای سلامی میرم در یک کاسه حقوق زارم در خنگنان زارم بعضی وقت عروس تلان زیادی مردم میگیرم میخرم گپ میشنوم بچه‌م زیادی های مردم میخرم گپ میشنوم هر کسی که خیر میکنه الله نگهبانش باشه دائما بچه اکای راهداری را هم اکشن الله نگهبان باشه دائما خیر شناختوان به درگاهش قبول گردانی دائما به درد و به غم و با توفیق به انصافشون گردانی ایمان کاملشون مستحکم گردانی هیچ وقت خالی درد و غم نبینن ای فرزنده کاش ای بخت روزشون اصلا فرزنده با توفیق به مومن مسلمان شانتی الله تعالی دائما سفراشون به خطر گردانی الهی آمین امین الله اکبر چه وقت و احوال بد خلا برادرای عزیز بی‌طرف نباشین این حالت ها را اگر بیاین ببینین باور کنین برادرو علاج ندارم بچم چیکار کنم یا با دوزندگی هم میکنی خلا ها هازی نمیتونم کردن که نکردستم هنر رو داشتم
بهنر نیستم نه که دسته درد بچم نمیتونم یکم کار کردم من بهنر نیستم بهنرم وقت پزم میسول میتونستم و زندگیم نه که دسته درد هیچ شکرده نمیتونم بچم همه وقت ایستم را درد میکنه میسوزم همه وقت چیرمنای داولینی بلنده من هیچ چیز کرده نمیتونم دیگه فقط سرم اینم خیلی گیر میگردم حساب چیرمنای داولینی برادرای عزیز بی‌طرف نباشین. حالا جان انشالله ما دستمون رو میگیره با مردم پیشنهاد میکنیم و مردم خودش نگاه داره. ما خب برادر جانو خواهش ما همه که در همین شب ما نباید شنبه میبرم که خلا زنگ زد التماس بخیر بیو گشت جانو ما باور نداشتم توی درجه را خیلی شرایط زندگی کردن تماما باور نداشتم. برادر جانو خواهش میکنم همتون از برای الله خلا ما دستگیری کنین یک دهن اونک شده یک دهنش شیرین کنین شاید یک نواری ما سبب شود یک زندگی خلا رنگ دیگر بگیره انشاءالله خیلی خدا دونست این همه چیزی را که دیده سین برادرها حقیقت داره بیاین این گپ از این خطون بیاین با چشم سر احوال ببینین پناهتون بخیر برادرها عزیز کسایی که خانه خرن در شهر کلاب در محله خط راه تماشا کنید برادرای عزیز در خانه ای که اینمی بیخ سر میشه برادرها یعنی لام خطی نگو که اینمی جا میتونه که دروازه تا بزنید نگو که این قدر جای خالی مونده میتونه که جواب یک حالا چیز دیگه بکنید انا که درام بیارید برادرها نگو کنید اینا دو تا خونه برک کردگه برادرها دو تا خونه برک کردگه اینا درش نگو کنید برادرها این موبایلش مثلا 4 خونه در اینجا برادرها 4 تا خونه یک از شباب که شرایط که نداشتن دیگه نکردنش این تیار رو میگیری فصلش تیار رو میگیری در شخصیت میکنی 4 تا خونه برادرها و یعنی این موبایلش هم چی کرده یا که برادر او هستن اینجا با اگراد برادرها اینجا حجت خونه بانیه برادرها ببین انا که خونه بارکشان میره میبینی یا کنیم کسایی که خونه خرم برادرها یعنی خونه 170,000 دا صحبت میکنه با برادر عزیز کسایی که خونه خرن شرایط خونه رو نگاه کنید برادرها همه چیز دوسلوبی هستن همه چیز دوسلوبی خونه هستن برادرها نه درجهش میکنید چی داشته نه خونه که مثال با زندگی میکنم برادر عزیز نگاه کنید این یک کوخنی های دیده برادرها یک کوخنی هایجاش اینجا با پیچکه دارن یا علو همه نشتیک نه کوخنی ها کلتورنیا که خشواکه اینا خونه دینگیشه نه خونه دینگیشه دیدین برادر نگاه کنید اینا خشواکه اینا دیدین اینجا با تلویزیون پس جای تلویزیون همه اینا کانسانی پانسانی تمام چیز هسته برادر عزیز دیدین شرایط خونهش خیلی ای اینا اومد اینا کسایی که خونه خرم برادرها اینا مرحمت که از سبب که سوید نیسته برادر عزیز اینا خشواک چیکارشیدگی اینا از سبب که سوید نیسته برادر طوری که اگر خونه به حد بازی باید خونه خش رو فاسون اینا مرحمت میتونه که دیگه گفت اینا کات دورن اینا خونه خرم مرحمت کنین 170,000 سومون در لحظه راه برادرها در اومدش ده امیک بگیم یک 300 متر میدروه یک 300 متر میگم استغفر الله یک چند متر یا 50 متر رو میدروه برادرها یک 40-50 متر رو میدروه در خونه میدروه ای گلاونی را اینا دیدین برادرها مرحمت کنین خونه خراب مرحمت کنین بیاین اینا خونه بگیرین اینا حوالی را دیدین خطون رقمات از زنگ بزنین برادرها صاحب خونه قد صحبت کنین 170,000 با صحبت داره برادر عزیز